تو جنگ جهانی دوم چون مواد اولیه کم بود، سازنده ها مجبور به اختراع کلی چیزای عجیب غریب شدن. مثلا رژ لبایی ساختن که نه آب روشون اثر داشت نه گرما، مخصوص پرستارا و کارگرای زن کارخونه. پودر صورت هم از دل صنایع نظامی در اومد. ذرات ریز سیلیکای میکرونیزه، همون چیزی که برای صیقل دادن عدسی استفاده میشد رو برداشتن ریختن تو لوازم آرایش. ریمل اون دیگه شاهکاره. فرمولش از لاستیک مصنوعی بود، همونی که برای تایرای هواپیما میزدن. تازه به جای موم زنبور از پارافین استفاده میشد که از دل نفت میاد. رنگا هم داستان خودشونو دارن. چون مواد معدنی کمیاب گیر نمی اومد، رفتن سراغ رنگدونه های گیاهی، همون کاروتنوئید هایی که توی هویج، گوجه، فلفل دلمه، کدو حلوایی و ذرت زرد پیدا میشه. یعنی اگر رژ نارنجی یا سایه زرد زدید، شاید در اصل دارید هویج یا ذرت به صورتتون میمالید. خیالتون راحت، احتمالاً خوردنش هم خطری نداره. این قسمتش دیگه دلگرمی برای شوهرها و دوست پسراست. اگه این ویدیو رو دوست دارید، لینک پایین تصویر رو بزنید تا کاملش رو ببینید.